تایم دقیق و اصولی جک S5. ببینید برادر، این چاک روبروی این شاخص، اون یه میتسپاپش هم همینطور میل لنگ، این شاخص روبروی این خط و این زائده، بالانسر عقب این مثلثی روبروی این چاک. آقا نکتهش اینه، این بالانسرتون این پولی داره، اویل پمپ هم میچرخونه، از اون طرف هم با اینجا ببینید اینجا دقیقا سر بالانسر اینجا کوپ میشه و کور میشه. خب این نکته داره، ببینید این الان تایم درسته. خب توی این وضعیت ببینید پیچ گوشتی تا داخل کامل میره. خب الان ببینید من اینه یک دور میچرخونم، این الان ببینید یک دور چرخوندم روبرو شاخص. حالا ببینید پیچ گوشتی داخل نمیره. آقا اینا توجه داشته باشین، اگر دیدین موتور داره با لرزش کار میکنه و بعد کار میکنه، دلیلش اینه، این بالانسر تیم نیست. الان من اینو برمیگردونم سر جاش، ببینید یک دور، این دو دور، ببینید این تیم الان هم پیچ گوشتی کامل میره داخل و هم این زائده